İçimde aşkın bitmez. Aylar yıllar geçer, ah bu dert tükenmez. Sevdiğim inan sensiz belki bir ömür geçmez. Yarim gönlüm kaldı senin ellerinde. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız این چی بوی است؟ انبار سوخته ایستاده است. یاری ده، یاری ده. لبه انبار سوخته ایستاده است. این کلید در کجا است؟ کشنده نمیشود. پروردگار آدم نمیخواد که از اینجا براید. بله مکانی خیلی زیبا بود. راستی برای مکو کردنتان خرسند شدم. انشاءالله خوب میشود. انشاءالله پسرم، انشاءالله. من الله شد پسرم. امیر ها؟ مرا تو مکانی عروسی میداری؟ مگر هممون با اونجا یک جایی نمیرویم؟ تو همراه نشو. من با مادرم میرویم. نمیخوام که تو مرا با لباسی عروسی ببینی. مهربان. پسرم یه بیاکی کلی رو پیش از توی بولیگاه عروسی دیدم به بچه میارن. مادر اگر این سخنتان رو پدرم میشنیدن میگفتن که خانم چنین سخن نه در دین هست و نه در ایمان. شما اشکارو با ما بگویید که جلون خستامان نکشیدید و من رو از میان برداشتید. مایلش من شما رو میکنم.
شما نمی‌شود در روی سوی اصلا بسری دست شما نمیشود. من تو سرخون نگذارم می‌دم. تو نباشید. Видите, удобно. Мартин шут. مثل فرشته شدی. ولی از هیجانات خوشی می‌رود. همین نشود. یا این سیاوش دیگرش رو انتخاب میکنید. نه، همین رو مخون کردیم. همین رو میگیریم. باید. Sino? Io non voglio parlare. Dai, abbandonateli. Dio. دیدی تو هم یه دکتر چهل بار نمیده باشد. اینجا بشید. فریده بخیره؟ بخیره. بایلش. تو چیکار کردی سودایی؟ از ما بخبر دارم باید چیکار داری؟ دیگر جای رفتن نداشتم. مجبور اینجا اومدم. خیلی بخیر. شرف. تو کردان باشم. این زن در خود میرم. تو چگونه توانی چی آتش زنی؟ تو بزنی من بلال چی؟ همه را میسوزانی اکنون فریده از من 50 سوال میپرسد. مجرد اون که ما را فکر بیکنی. تنها خودم را فکر میکنی. بس بوده که قریب بود ما را فرزندت میسوختی. پس کن. سرده درد یافتم. رجام تو خط بکنی. راکم. اکنون کاری که را تمام میکنم. راکم. تینوز از کجا هست؟ شرف از دستش گرفته بود و کجا بردنش رو نمیدونم. یا پروردگار این زن مثل 8 پا به ما چسبیده است. از یک دستش خلاصی و بیایی با دست دیگرش میقبد. این میسوختی جانی هممون از این خوف میشد. آزاگوی خونم این چه سخن است؟ مگر به تو میزیبد. من یک چیز رو نمیفهمم. آدم چگونه در انبار زندگی میکند؟ چه خورد و چه نوشید؟ شاید از بیرون آوازه میخورده است. دیگر چه هم میکرد؟
برایم نمیآید. من در همینجا خوب میروم. یک شب صحبت کن. توی امیر است. باید دست متحد است. بعد میبینیم. در همین شرایط چرا؟ حتی حمام نکردم. با آبی جوی شوی. من میروم. حالا هم خوب نکرده؟ کنه زودتر خوب روی؟ فردا مطلب نیست. التماس کمی دیگر شینه. فرزندان شیرین مرا غمگین نسازید. خوب کنید. پدرتون که آید حتما شما رو میبوسد. خوش کودک ها برای چی کن میگوید؟ کودک ها میگوید که تو پدرم نباید خوب نمیروی. لبه مادر کار میکنم دیرتر میایم. مالش شب بخیر. قیمتی هایم نفست آدان کنار این شبکاری تو تمام میکنم. قصدی زمان را میگیرم. همون زمین رو بشه از بیرون خموشه. مراد؟ مراد؟ تو چی شد مراد؟ چرا به حالی؟ نمیدونم. مامان دارو بیار. برای من دارو بیار. دارو؟ من از کجا میابم؟ من ندانم اصلا.
وقتهای ساعت در کجا بودی؟ در بخونه بودم. تو رو با کجا بودی؟ در بخونه بودم. شب بخیر. شب بخیر. اینها را از انبار یافتم. و من چه؟ در انبار بودن پینا رو میدونستم. درست در اینجا جای کرده همیشه نیست؟ این سخنها رو باز از کجا بردی؟ در این نیست شب با قسمهایم بازی نکن. سندی خرید کردن تو عجیبی کوتاه یافتم. اینها رو تو گرفته به اینجا آوردی. همش رو خودت نگفتی. خونزر رو در زیر بوممون بازی دادی. به انبار آوردی. به خونه در اومد بس نبود. باز خورا خورده است آب نوشیده است. اگر با من فرزندان از ضرر میرفتی میشود. دخترم معلوم است که یک نوفهمی است. اول آرامانه شوهرت رو گوش کن. از کجا میدانی که فینال به خانه در آمده است و برآمده است؟ مادر من در وقتی گوشمه رو یافته نفهمیده بودم که اصلا به این خونه میدارد و میبراید. مادر من به شما گفته بودم اگر دوخی لب رو در دست بکنک نیشه داده بودم باورم نکردید. باشد! از آمدن من رو پشیمان نکنه. من مجبور نیستم که تا سال داستانهایتون رو گوش کنم. خاموش شود! الو فریده آن اشیاهایی که با تو گرفته بودم از انبار یافته است. در انبار جو کردنی تو را فهمیده است. من دیگر با ظروف پیش رفتن نمیتوانم. پگاه باید از اون خانه روی فریده خانم حالا میبینی از خانه چگونه برآمدنت رو نمیفهمی. با پشتم نگاه نکرده میروی. اگر زنت حیث نباشد یک رادیو میموند وقت رو چگونه میگذرانم. فکر کردم میگونم چه شد؟ من را دیدی خودم نشدم
داده منو یاریده داده یاریده یاریده آرامه خوبم یاریده زمانت را محکم کردم خاموش حیات ایستگاه دارد تولد حیات و مرگ تو به ایستگاهی آخری نزدیک شدی حاضر می‌فرمایی مبارک شود کنار را دستگیر کردم در دستم است کار را بهتر حل بکن چیست داده ای؟ نه این خلق آسان نیست شرط ها دیگر شد چی منو دارد؟ چی بد شده؟ خود به خود فکر میکردم که این مرد از کنار چی میخواسته باشد بعد فهمیدم این زن از را حامله دار بوده است بعد چی شده؟ از این بطو چی؟ گوش کن من با تو برای یک نفر مصلحت کرده بودم مادام یکی دو نفر را میکشم پس دو برابر پول طلب میکنم از کجا میدانم که در دست تو است؟ شاید درون میگویی راهی آسانش است کمی صبر کن صدایت را برار شنوند یاریده اینجا میکنم برام نکشد یاریده به این امور همین را میخواهد شده کنم باور کردی صبح بانک ها کشاد سواد پولت را تیار میکنم در کجایت؟ با کجا روان میکنم؟ در کجا بودنی مرا چیکار میکنی؟ تو پول را تیار کن از من خبر انتظار شو در بیمارخانه وقتی که نزد شیرین میدر اومدی دستگیرت کردم و عرض کردم که میکشمت این مراتب از دستم خلاصی نمیابی تو را زنده نمیمانم میدانم که همسرم را کشتی کارهای کردن را با جانم جبران میکنی مادامی که به مرگ محکوم شدی کلمات رو عرض کن همسرت رو من نکشتم با عجل خودش مرد با عجلش مرده است تو هم میربند به چنین خواهند بود با عجلش مرد کی میخواهد که تو مرا بکشی؟
آواز من رو کی شنیده بود؟ بیگانه نیست. پدری فرزندت. پدرش؟ اگر پگو بدیدنی پینور بروی این میبود مرا همراهی خود ببر. تو چی گفتنی هستی؟ چی رو شنمونده ایستاده ای؟ من یک چیز رو نمیشنمونم. هر چیزی که اصلا منو گفتن. این چی سخن است؟ از این گفای دلگیر شدم. تا با اینجا آمده رسی دلگیر شدم. خبر دارد میکنم هوشت را بر تقدیر عقلت را کار فرما. این فرید روزهای آخر بسیار جنجال میکند و قیمتش بخیر باشد. پدر ماشا خانم در چنین حالت به میانه در میانه میمانی. اگر حاکم شدنی باشیم او را باید به حالش گذاریم. چه گذار؟ آخر پسرم را دیوانه میکند. دیوانه فریده حق است. چیزی را ندانسته گپ نزن. تو هم زن هستی، تو هم بفهم. شرف اینا را در انبار پنهان کرده است. شما همیشه طرف کریمت را میگیرید. نه، من طرف حق را میگیرم. آقای خیلی شما از کجا میدارید؟ از برای خدا بگویید که شرف با شما گفتی پینو را در انبار پنهان کرده. حاجت به سخن نیست. آدم فرزندش را نمیشناسد مگر. من در یک نگاه از چشمانش او را فهمیدم. تو هم از تحتگی حقیقت را میدانی اما قبول کرده نمیتوانی. شرف کشتنی مرا خواست مگر؟ در آخر خودت دروغی خودت را باور کردی. من درباره آن احمق سخن نمیگویم. درباره پدری حقیقی خودت میگویم. تو چی ها میگویی؟ فرزندم یک پدر دارد. اون هم باشد شرف است. هیچ نباشد وقتی مرد دروغ نگو. پدرش تیمور است. میدانم. تو چی ها گفته که داری تیمور کی است؟ نفری که برای وضع کشتنی تو به من یک مبلغ معینی پرداخت میکند. در دنیا یگان سر تا با آخر در تاریکی نمیماند. و نزدیک تو به خاک میروی. من با پول به فراغت کنی فریده به سعادت محتاج است. یک وضعیتی عادلانه میشنی؟ نگوریش بیهوده دور نزن. Geçer mi sensiz? Diner mi söyle acı? Hak etmedim yürekte kaldım sızım. Seninleyken bile yalnızım. Hak etmedim yürekte kaldım sızım. Seninleyken bile yalnızım. Sen benim dünya. Şimdi kim o kadın? این دختر چی کار میکند؟ با من رحمه میکنی با فرزندم رحم میکن. چرا به تو رحم میکردم؟
تو با همسرم برام کردی. او هم فرزند داشت. دخترم پیش چشمت آمد. حیاتم را محو گرداندی. تو را میکشم. اینجا چی شده؟ کنار! 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 شرف! کمال مرا کشتنی شد. کمال؟ در کجاست؟ آوازم را شنید کنید. خود را خوب حفظ نکنم. شرف اینجا موندن من نمیخواهم. برایم در مهمان خانه اتاق بگیر و یا خانه نکنه که کمال مرا یافته نتواند. کنار دیوانه شدیم. چیکار کنم؟ از کجا بیابم پول؟ مرا میکشد. شرف مرا اینجا ترک نکن. خواهش میکنم. شد سفر شود فکر میکنم. تو چرا اومدی؟ همینجا بیستی. از برای تو در خانه همیشه جنجال است. در اتاق کاری نیستم. تو من درد را محکم کن و خیلی. روزش که برآمد همه سرها عیان گردید. معین شد که پینو را در انبار شرف نگاه می‌داشتند. عجیب. این را هم کرد. فریده این خیلی نمی‌شود. برای حل مسئله‌های اولیوی خانه علاهیده بگیرده و دریسه رو باید بدانی. شوهرت کی می‌دراید و کی می‌براید باید بدانی. ما در احوالمان رو می‌دانیم. امیر و آینه دور کرده ایستاده‌ایم. مصرفمان زیاد شده ایستاده است. کاری میکنی که شوهرت راضی شود. چند سال است که همسرش میباشی. وقتی پرسیدم را هم میدونی. هم برای من دری خواهد شد. اگر از خانه آقای میکت رانده شود نزدیک می‌آیم. چی شد؟ حد بودن شما در آن خانه همه خودتان بود است. میشه هست اونجا میشه. مرا نمیخواهد و من شوهر میکند که من هم. بیر باز خیس میکردم. این هم دیروز دیوانگی کرد. چی بود؟ برایم شرط نکرده بود که پدرم به حس رود تو برایم لازم نیستی. بالای سرش آقای میکت نباشد کاری خواستش را میکند. اون وقت میشه کتی را گوش نمیکند. البته از اون میترسد که کارهایش را به پدرش میگوید.
این دعوتنامه ها رو کجا گذاشتم؟ حاضر در دستم بود. مادر در همین جاست. همینجا. خوش آمدی جانم خانم. خوش باشید. جانم خانم. یکیش برای خودت. یکیش برای دیگر. نباید خانم گفتم یه فرزند رو ببینیم هم نصیب رو هم میبینیم. آمین. مادر با کجا میروید؟ دعوتنامه زیاده دارم تقسیم کردم در دور. از آنجا به خانه امیر میروم. کمک کردم در دور. اگر زحمت نشود تو هم بیا. کودکا رو با کسی عربی میبرم و میآیم. مالش سلامت باش. مالش خوب نکنید. ضروری کار. شب در با خینابندان میشم. شما هم میایدن خیلی؟ والله خیلی میخواهم. من یارم هم گریستم یارم. فردا آیله دار میشم. دانسته با آتش بازی میکنم. چیکار کردنت را میدانی همچنین؟ خواطر نباشید آقای میترد. همه کار طبق مصلحت صورت میگیرد. و سرشان همه بلاها را میریزانند. دعوتنامه کمیسر رو کمی پیش در اینجا اویزیون کرده بودن. بچه ها کی گرفته است؟ نمیدونم کمکم. از نزد آقای میترد برآمدم. کار را آغاز میکنیم. امیر چند نوکر در افته میتوانی و تیرزه میچسبد. من دوزه میکنم تو باشی چند میکنی. خیر همین خیلی میشود؟ آهسته میشود؟ خوب آقا شما هم احتیاط بکنید. همه جای رو رنگولوز کردید. این چقدر رکنی است من نفهمیدم. امیر گوش کن. از این پس با من رفتار خوبی کن وگرنه تو رو شرمنده خواهم کرد. نفهمیدم چقدر شرمنده. نه زینگه بازارون زدن را با تمام پالیشان میگویم. آخر رو فکر کن. هیچ گپ ندارد. در این کار شما هم رنگ و بار دارید آخه. برادر این کاری مردانه است. من مثل تو با جارو خانه نداشتم تو. آخه یکاری خیلی نگوید. بعد این سخنتون دیگر با کاری خانه هم یادی نمیدهد. احتیامان نکند. به این هم بهونه نه. کارهای برقی اوضاع که در حال شد دیگر چکار میکنید؟ پدر خودتون را احتیاط بکنید. استراحت کنید. ما خودمون میکنیم. اشیاءهای روزمار خیلی نمیره. امروز باید بیارم پدر. شما همین کار را تمام کنید. خطهای برقی رو من حل میکنم. کار بسیار نمانده است. اگر شما هم زودتر باشید. خاموش شو. بهونه بمیوارد کار خود کرده. تو خود ببین. پدر این کسا تعریف نکنید. الو؟ Комисар Амир, میشه گوندازو کمی پیشتر از نشاجالو به مواد گرفت. دفنیرش بکنم؟ نه در حال حاضر تنها تاکید بکنید. حیاتی دختر بیچاره رو میسوزونند. لیکی شما میدونید. چه که بخواهید. و شما برای کار.
کارت بسیار است پسرم، میبینم بسیار. این سهر با فریده صحبت کردن. شبیه اینا بندی بکنیم برای راست من. دختر کلی میشود. راستی فکر خوب کرده، اما همون غم رو سر بکنیم. غم گفتی وقت نشد که بشرت خبر بده. دیشب باز جنجال کردم. در روزه به برمادر. شد مادر جان، من خودم غم میزنم. راستی شرم مسئله خونه رو در حال باید حل کنیم. حتی امکان شود خودی بازی. دیگه چیز نمیکنه. اگر پای تو بگو اشیاهایش رو هم جابجا کنیم. من دیگر یک شب اینجا من میمونم. کار ندارم پرد میگیری یا نه در حال پویو زود رفته خونه میابیم. کاری دیگر ندارم فیلار. چیکار کردنم رو از تو نمیپرسم. تمام این مراتب باید مرا حتما نکشد. میپرسم چرا نمیفهمی؟ بس است. در خانه دیر اینجا هم دیر این قدر که بدرسی را با خدا که همه از تو خلاص میشود. فیلار فریده میرد بیرون شد. برای کار چی شد؟ چرا اومدی؟ کمی صحبت کنیم میشود؟ گوش میکنم. خواهی در درون میشیم. فریده من کار دارم. چی گفتم میخوایی زودتر بگو؟ شرف من میخواهم که خانه الهی داشته باشیم. من میخواهم که مسئله های اویلوی میانی هر جا ما بیمونه. تو خود دیده ایستاده ای که حالا یک جا هستیم اما هیچ موافق نمیشنیم. یک بحثی کوچک بزرگ میگرده. چی؟ خانه الهی ده. خواهش میکنم خانه را با کدام پول بگیر. در این باره فکر کردی؟ این ملال اگر تو هم بخواهی یک جا کار میکنیم همراه میخریم. همین فرد وعده داشته میرود. آن وقت خانه را تو نگاه میکنم. باره فکر کردی دو خانه را چی کنم نگاه میکنم. هرتون را یافت که هر چی که گوشت با من پاره میکنه. من هم کار میکنم. کودک ها قلون شده ایستادن. در نزدیکی مکتب خانه میگیریم. اونها خودشون رفته میگویم. باز خیال کرده ایستاده. راه در خونه ایدامدی. با من خبر نرسان کارم بیشده. من باید همه این دوها را تو رو بیشم. شرف اینا را آگاه میکنم. دیگر یک کلمه نگو. راه درم باشین و کسی خود را نمایان نکن. و صورت حسابتو نگذراندم. چرا با اصرار پولی نقد طلب کردی؟ پول نقد لازم شده است. جناب من به خاطر بخطریش گفتم. تو کار خودت را بکن. میتوانی برای
تمرور منم سینور چی؟ کایران شدی مگه؟ زبانت باز شد پینار؟ آدمی گفتن از تو بره‌تر بودن دیلش تو مرا نکش آدمی گرسنه رو پوزی کارت همیشه بشود تو را میگیرم کارت هم نکردن میگریزم اگر گرفته باشد چرا تلفن در دست تو است؟ معلوم میشود که به تلفن احتیاج ندارد من میگریزم گفته البته به تو خبر نمیدهد دیوانه ابله پینار در آخر کار اینقدر پول است چرا گریزد